سوریا ناماسکارا سلام بر خورشید. واژه سانسکریت سوریا در اینجا به معنی خورشید و ناماسکارا به معنی ادای احترام است. سوریا ناماسکارا به خودی خود یک تمرین معنوی کامل است، زیرا شامل تکنیک‌های آسانا، پرانایاما، مانترا و مراقبه است. این گروه آسانا برای شروع تمرین صبحگاه بسیار عالی است. سوریا ناماسکارا تولید کننده پرانا یعنی انرژی لطیفی است که بدن روحی را فعال می‌کند. انجام سوریا ناماسکارا در یک توالی یک نواخت و موزون بازتاب دهنده ریتم‌های عالم است. 24 ساعت روز، بروج 12گانه سال و ریتم‌های زیستی بدن. به کار بردن این شکل و ریتم در مجموعه بدن ذهن نیروی تغییر دهنده‌ای به وجود می‌آورد که یک زندگی غنی‌تر و پویاتر به بار می‌آورد. اگر تب، التهاب حاد، کورک یا کحیر ناشی از سموم اضافی در بدن رخ دهد، تمرین سوریا ناماسکارا باید بیدرنگ متوقف شود. پس از دفع سموم میتوان تمرین را از سر گرفت. این تمرین نباید در شروع خونروی ماهانه انجام شود. اگر هیچ اثری منفی دیده نشد، میتوان تمرین را در حوالی پایان دوره خونروی دوباره شروع کرد. در مدت بارداری میتوان تا آغاز هفته 12 تمرین را با احتیاط انجام داد. پس از زایمان میتوان تمرین را تقریباً 40 روز پس از زایمان برای تقویت دوباره عضله‌های رحمی آغاز کرد. تمرین سوریا ناماسکارا در مجموع فایده‌های بسیار دارد. پشت را قوی و به متعادل کردن سوخت‌وساز بدن کمک می‌کند. تمام سیستم‌های بدن از جمله سیستم‌های تولید مثل، گردش خون، تنفسی و گوارش را تحریک و متعادل می‌کند. تأثیر آن بر غدد درون‌ریز به تعادل دوره گذار بین کودکی و بلوغ در کودکان در حال رشد کمک می‌کند. انطباق نفس با حرکت‌های بدنی سوریا ناماسکارا سبب می‌شود تمرین کننده حداقل چند دقیقه در روز تا حد ممکن عمیق و موزون تنفس کند و به این ترتیب با رسیدن خون تازه اکسیژن دار شده به مغز شفافیت ذهنی افزایش می‌یابد. پیش از آغاز تمرین با پاهای کنار هم یا اندکی از هم باز و دست‌های شل آویزان در دو طرف بدن بایستید. چشم‌ها را به نرمی ببندید و از تمام بدن فیزیکی که همچون یک واحد همگن است آگاه شوید. حرکت‌های جنبشی را به حداقل برسانید و وزن بدن را روی هر دو پا یکسان پخش کنید. آگاهی را به کف پاها که با زمین در تماسند ببرید. حس کنید که تمام بدن با نیروی گرانش به پایین کشیده می‌شود و هر تنش و انقباض از بدن به پایین و به زمین می‌رود. در همین زمان نیروی حیاتی را که از زمین بالا می‌آید و تمام وجود را در بر می‌گیرد تجربه کنید. آگاهی را به درون بدن بیاورید و در ذهن شروع به آرام کردن بدن کنید. از بالای سر شروع کنید و آگاهی را به شکلی روشمند به تمام بخش‌های بدن ببرید و هر انقباضی را شل کنید. یک بار دیگر آگاهی از تمام بدن فیزیکی را تشدید و با آن احساس هماهنگی کنید. در پایان آگاهی را به قلب یا وسط ابروها ببرید و یک خورشید سرخ درخشانه در حال طلوع را تجسم کنید که تمام بدن را آکنده از پرتوهای حیات بخش و شفابخش خود می کند. وضعیت 1 حالت نیایش. چشم‌ها را بسته نگه دارید، با پاهای کنار هم راست بایستید. آهسته آرنج‌ها را خم کنید و کف دست‌ها را جلوی قفسه سینه در ناماسکارا مدرا روی هم بگذارید و در ذهن به خورشید که منبع همه حیات است ادای احترام کنید. وضعیت 2 حالت دست‌های بالا رفته. دست‌ها را جدا کنید و هر دو دست را بلند کنید و در بالای سر کشیده کنید. دست‌ها را به اندازه پهنای شانه از هم باز نگه دارید. سر، دست‌ها و بالا تنه را اندکی به عقب خم کنید. هنگام بالا بردن دست‌ها دم بگیرید. وضعیت 3 حالت دست به پا. از هیپ به جلو خم شوید تا انگشت‌ها یا کف دست‌ها در دو طرف پاها به زمین برسد. پیشانی را هر چه بیشتر تا حدی که راحت است به زانوها نزدیک کنید. هنگام خم شدن به جلو بازدم کنید. در وضعیت نهایی شکم را منقبض کنید تا حد اکثر مقدار هوا از ریه ها خارج شود. وضعیت 4 حالت اسب‌سوار یا دونده. دست‌ها را کنار پاها روی زمین بگذارید. پای راست را تا حدی که راحت است به عقب بکشید و پنجه را روی زمین قلاب کنید. همزمان زانوی پای چپ را خم کنید و کف پای چپ را در همان وضعیت روی زمین نگه دارید. دست‌ها را راست نگه دارید. در وضعیت نهایی وزن بدن باید روی هر دو دست، پای چپ، زانوی پای راست و پنجه پای راست باشد. سر باید کمی عقب برود.
پشت قوس یابد و نگاه درونی به بالا به وسط دو ابرو خیره شود. هنگام کشیدن پای راست به عقب دم بگیرید. وضعیت 5 حالت کوه. دست‌ها و پای راست را ثابت نگه دارید و پای چپ را عقب ببرید و کنار پای راست قرار دهید. همزمان با سر را بالا بیاورید و سر را بین دست‌ها پایین ببرید تا پشت و پاها دو ضلع یک مثلث را تشکیل دهند. در وضعیت نهایی پاها و دست‌ها راست هستند و پاشنه پاها به زمین می‌آیند. سر و شانه را به طرف زانوها بیاورید. هنگام عقب بردن پای چپ بازدم کنید. وضعیت 6 سلام با 8 بخش یا نقطه. دست‌ها و پاها را سر جایشان نگه دارید. زانوها قفسه سینه و چانه را به زمین بیاورید. کف پاها روی پنجه‌ها بالا خواهد آمد. در وضعیت نهایی فقط پنجه‌ها، زانوها، قفسه سینه، کف دست‌ها و چانه با زمین در تماسند. زانوها، قفسه سینه و چانه باید همزمان به زمین برسند. اگر این ممکن نیست اول زانوها، بعد قفسه سینه و در آخر چانه را به زمین برسانید. باسن، هیپ‌ها و شکم باید بالا باشد. در این حالت نفس متوقف می شود، تنفس انجام نمی شود. وضعیت 7 حالت کبرا. کف دست‌ها را سر جایشان نگه دارید. قفسه سینه را به جلو سر دهید و اول سر و بعد چانه‌ها را بالا بیاورید. بعد آرنج دست‌ها را صاف کنید و پشت را در حالت مار کبرا به عقب گسترید. با این حرکت باسن و هیپ‌ها به زمین پایین خواهد آمد. سر را به عقب خم کنید و به بالا به وسط دو ابرو نگاه کنید. ران‌ها و هیپ‌ها روی زمین می‌مانند و دست‌ها تنه را حمایت می‌کنند. دست‌ها اندکی خم خواهند ماند مگر اینکه ستون مهرا بسیار انعطاف پذیر باشد. هنگام بالا آوردن تنه و قوس دادن پشت دم بگیرید. وضعیت 8 حالت کوه. دست‌ها و پاها در وضعیت 7 حرکت نمی‌کنند. دست‌ها و پاها را راست نگه دارید. پنجه‌ها را به زمین قلاب کنید و با استفاده از قدرت دست‌ها با سر را بالا و پاشنه‌ها را به زمین بیاورید. وضعیت 9 حالت اسب‌سوار. کف دست‌ها را تخت روی زمین و پای راست را سر جایش نگه دارید. پای چپ را خم کنید و کف پای چپ را بین دست‌ها جلو بیاورید. همزمان زانوی پای راست را پایین بیاورید تا به زمین برسد و لگن را جلو بفرستید. سر را عقب ببرید، پشت را قوس دهید و وسط دو ابرو را نگاه کنید. وضعیت 10 حالت دست به پا. کف پای راست را جلو بیاورید و کنار پای چپ بگذارید. هر دو پا را راست کنید. پیشانی را بدون فشار تا حد ممکن به زانوها نزدیک کنید. وضعیت 11 حالت دست‌های بالا رفته. دست‌ها و ستون مهره‌ها را در یک خط راست نگه دارید. تنه را بالا بیاورید و دست‌ها را بالای سر بکشید. دست‌ها را به اندازه پهنای شانه از هم جدا نگه دارید. سر، دست‌ها و بالای تنه را اندکی به عقب خم کنید. وضعیت 12 حالت نیایش. کف دست‌ها را جلوی قفسه سینه روی هم قرار دهید. 12 وضعیت سوریا ناماسکارا 2 بار انجام می شود تا یک دور کامل شود. وضعیت 1 تا 12 نیم دور را تشکیل می دهد. در نیمه دوم وضعیت ها با 2 تغییر کوچک انجام می شود. در وضعیت 16 به جای عقب کشیدن پای راست پای چپ را عقب می کشید و در وضعیت 21 پای راست را خم کنید و پای راست را بین دست ها قرار دهید. در پایان هر نیم دور دست‌ها را دو طرف پایین بیاورید، بدن را آرام کنید و بر نفس تمرکز کنید تا به حالت عادی برگردد. پس از کامل کردن سوریا ناماسکارا چند دقیقه شاواسانا انجام دهید. با شاواسانا ضربان قلب و تنفس به حالت عادی برمیگردد و تمام عضله‌ها رها می‌شود.